اینک در MBC پرشیا. خیلی نگرانم. بلایی سر خودش نیاورده باشه. امیدوارم کار اشتباهی نکرده باشه. آروهی کجاست؟ تو اتاقه. آروهی حالت خوبه؟ آره خدا رو شکر که اینجایی. نمیدونستم باید چی کار کنم. خیلی نگران بودم. آروهی آخه چرا زودتر به ما خبر ندادی؟ من چی کار میتونستم بکنم؟ اون حتی جواب تلفنم هم نمیده. کیه؟ کجا باهاش آشنا شدی؟ من توی مهمونی دیدمش. خیلی بی‌حوصله و کسل بودم. اونم خیلی خوش‌تیپ بود. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. بهم گفته بود که فقط یه رابطه معمولی بینمونه. آروهی من بهش وابسته شدم. نمیتونم ازش بگذرم. بهم گفته بود که دیگه نمیخواد منو ببینه، ولی با اینم مشکلی نداشتم. قبول کردم. من دیوونه بار عاشقش شده بودم. چی داری میگی؟ مگه آدم اینقدر بی‌مسئولیت میشه؟ اون هیچ تعهدی بهم نداره. قبلا هم اینو بهم گفته. واسه چی الان اینجا نیست؟ من چی کار کنم پالاک من چی کار کنم؟ چه اتفاقی برام میفته؟ هیچی، فقط گوش کن. ما نمیدونیم جواب آزمایش چیه، مگه نه؟ درسته؟ پس اول بیا با این تست کن باشه. بعد از این تست میفهمیم که واقعیت چیه. بعدش هم تصمیم میگیریم با اون آدم رزل چی کار کنیم. اون آدم رزلی نیست. تو شوخیت گرفته؟ بعد از همه این بلاهایی که سرتو برده بازم داری طرفشو میگیری؟ اون هیچ وقت قول دروغی بهم اما نداده. دلیل نمیشه آروهی. گوش کن، آروم باش. برو همون این تست رو انجام بده. باشه ما همین جاییم. نگران نباش. زود باش. عجب آدم پستیه. حتی نیومده ببینتش. از اون موقعی که کارشو از دست داد فهمیدم که یکم احساس تنهایی میکنه. بعدشم که این اومد تو زندگیش. آروهی عاشق اونه، ولی اون حتی یه ذره هم دوستش نداره. مشکل ما دختراست. عقل و احساسمون با هم کار نمیکنه. وقتی از قلبمون کار میکشیم مغزمون خاموش میشه. بی خیال، من هیچ وقت اینقدر احساساتی نمیشم. آره چون تو تا حالا عاشق نشدی. چه بهتر که نشدم. همچین عشقی نمیخوام. خودشه بهم پیام داده. داره میاد دیدنم. میدونین چیه؟ شما برین داخل سالن. خواهش میکنم. بهم پیغام داده. میخوام باش حرف بزنم. خواهش میکنم برین. زود برمیگردم. دیوونه شده. معلوم نیست چی تو کلشه. ریتویک خدا رو شکر که اینجایی. خیلی ازت ممنونم. زنگ زدی حرف بزنیم. بیا حرف بزنیم. دیگه هم این کارو نکن. باشه ببخشید. من ریتویک خواهش میکنم تا آخر حرفمو گوش کن. برای بار آخر که توضیح میدم. هر چی که بینمون بوده تموم شده. فهمیدی؟ اینطوری نگو ریتویک. میدونی من امروز تقریبا میدونی من الان دوست دختر دارم. خیلی هم دوستش دارم. خیلی زیاد. افتاد؟ و یه چیز دیگه. اون لنگه خودمه. خب؟ و فکر میکنم با اون خوشحالترم. و میخوام که برای همیشه کنار اون باشم. میرم حقشو بذارم کف دستش. صبر کن. این مسئله بین اوناست. دخالت نکن. میشه انقدر گریه نکنی؟ ریتویک لطفاً به حرفام گوش کن. من امروز این تستو انجامش دادم. میدونستم که جوابش منفیه. خب باید خدا رو شکر کنی. اگه حامله بودی چی؟ باید اینو به عنوان یه شروع در نظر بگیری. از زندگی لذت ببر. نه خواهش میکنم نرو ریتویک. این کارو نکن. خواهش میکنم ریتویک. آروهی ریتویک اون رفت. اون از اینجا رفت. آروم باش. هیچی نیست. آروم باش. منفیه. آروم باش. من حامله نیستم. ریتویکم که رفت تنها شدم. دیگه تنها گوله زده. آروهی لطفاً اینو بفهم. اگه واقعا حامله بودم بهتر میشد. خفه شو آروهی. خفه شو. مگه نه؟ اون داشت بهت چی میگفت؟ داشت میگفت یکی دیگر رو دوست داره. آروهی من چی کار کنم؟ واقعا عاشقشم. بیا اینجا بشین.
اون یه مرد عوضیه. حیف دخترایی که عاشق اون آشغال میشن. اون آدم واقعا عوضیه. موجود نفرت انگیز. لیاقتش تنفره. فقط تنفر. تنفر؟ اون حس خیلی قویه پالاک. همچین آدمی لیاقتش فقط همین حسه. ببین با آروهی ما چی کار کرده؟ آروهی بهتره دور همچین آدمایی رو خط بکشی. مرتیکه رزل. ای تموم شد. لعنتی قلبشو شکوندی مگه نه؟ برای همین هم اومدم. اون نمیتونست درک کنه که دیگه به درد من نمیخوره. پسر اون میخواست آخر عمر عاشق معشوق باشیم. تو که منو میشناسی عیب از منه. نمیتونم تا آخر عمر عاشق یه نفر بمونم. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ باید صبر میکردم که از عشقم حسابی دیوونه بشه. من امروز قلبش شکستم. حالا اون میخواد گریه کنه، فحش بده، حتی نفرین هم میکنه. ولی داداش تنفر خیلی حس قویه. زود حالش خوب میشه. فکر کنم بهترین کار رو انجام دادم. خیلی خوبه. اینجوری تو میشی پسر بدی ماجرا. تو چی فکر کردی؟ فکر کردی برای مهمه که مردم دربارم چی فکر میکنن؟ به خاطر همینه که تنهایی. فقط یکی از رابطه‌هات بیشتر از یه هفته طول کشید با من. میشه بریم؟ باشه. بذار یه چیزی بپرسم. چرا انقدر با عشق مخالفی؟ اگه یه روزی عاشق بشی چی کار میکنی؟ من فقط وقتی عاشق میشم که بتونم به یه دختر اعتماد کنم. من به زنها اعتماد ندارم. این بار آخره که میگم برادر. من به زنها اعتماد ندارم و هیچ وقتم نخواهم داشت. شب بلند است و قلندر بیدار. اگه همین الان سوار ماشین نشی با مشت میام تو صورتت. با اینکه ریتویکو ندیدم ولی امروز خیلی خوب بهم معرفی شد. یه مرد بی توجه و ویرانگر. هیچ وقت دلم نمیخواد همچین کسی رو تو زندگیم ببینم. دیدم آروهی چجوری غرورش خورد شد. دعا میکنم که آروهی دیگه هیچ وقت اونو نبینه. هرچند میتونم که اون آدم پست به دعاهای ما میخنده، ولی واقعا از ته دل همینو میخوام. خب دقیقاً شغلت چیه؟ من رو داروهای جدید واسه بیمارا آزمایش میکنم. نمونه ادرار رو مدفوعشون رو بررسی میکنم تا ببینم چه دارویی واسهشون خوبه. مدفوع؟ یه ذره است. راستش امروز یه مریض رو دیدم که نمونه مدفوعش هم رنگ قهوه‌ت بود. تا دیدم فهمیدم آنترومتریوزه. راستش چند ساعت قبل از آزمایش نباید قهوه خورد وگرنه نمونه ادرار بوی قهوه میگیره. ببینم بعد از ازدواجم میخوای این کارتو ادامه بدی؟ چرا که نه؟ مگه تو بعد از ازدواج کارتو ترک میکنی؟ آره بامزه بود. در هر حال میتونی کار کنی. خانوادم اجازه میدن. اجازه؟ بله اجازه. من میخوام تا آخر عمرم کار کنم. اگه بگم که من به اندازه کافی درآمد دارم و لازم نیست بری سر کار، اون وقت چی؟ واقعیت اینه که بعضی از مردم واسه پول کار میکنن، بعضی هم واسه لذتش. تو چی؟ واسه خوشحال کردن بقیه. خب نظرت درباره ازدواج چیه؟ 4 سال دیگه. ولی من میخوام تو ببخشین ولی من واسه آینده کلی برنامه دارم. اول تحصیلاتم، بعد شغلم و کارهای دیگه. من مدیر عاملی شرکتم. شرکت ما کارهای خیریه انجام میده، به مردم کمک میکنه. شخصا هر سال 150,000 روپیه به معابد کمک میکنم. تا حالا پولتو واسه درمان آدمای فقیر خرج کردی؟ ثوابش خیلی بیشتره. آره؟ یعنی میخوای این کارو بکنی؟ ببین مردمی که من براشون کار میکنم کلی واسه دعای خیر میکنن. لازمه که این فرمو پر کنی. اگه نمیخواستی ازدواج کنی برای چی؟ خواستی همو ببینی. معذرت میخوام سمونت به خاطرم هدر شد. خب برای چی بهش نگفتی؟ برای ازدواج آمادگی نداری؟ بهش گفته بودم ولی هیچ وقت گوش نمیده. خواهر پسر آقای شارما فوق‌العاده است. خانواده کاپور خیلی خانواده پولدارین. بله پسرشونم خیلی پول داره. ببین ولی شیرینی من 2 برابر میشه ها، یادت نره. ولی راستش ما با شارما قرار گذاشتیم.
ای خانوم نگران چی؟ شما که هنوز مراسم نگرفتین. خب زنجیر طلایی که گرفتین و به جای شارما میدینش به کاپور. بی خیال خواهر، اینقدر فکر نکن. یه خونه خیلی بزرگ دارن. دالی اونجا مثل یه ملکه زندگی میکنه. بذار از خودش بپرسم. آره داری ببین اینو؟ یه نگاه بهش بنداز. باید بهله از این دختر بگیریم مگه نه؟ ولی اگه حالا دختر من بود جواب رد میداد. ازش خوشم اومد. بایدی بیشتر خوشش اومد. خیلی خوب شد. شیرینی منم 2 برابر شده. یادت که نرفته؟ معلومه که نه. خب تو باید دخترتو بدی به یه خانواده خیلی خوب. خب بزرگترین قصه منم همینه. حالا بعدم برای تعریف میکنم. خداحافظ، باید برم. باشه خداحافظ. سلام آرون. ها چی شده؟ ها چی؟ اون رد کرد؟ چی گفتش؟ چی؟ مدفوع؟ تو غیر قابل درکی. برای چی باید باش در مورد ادرار و مدفوع حرف میزدی؟ آخه بقیه دخترها حرفای قشنگ میزنن با لبخند ملی. بعد اون وقت تو معلوم از چای چته؟ میخوری؟ اوه ببخشید، تو دخترایی که لبخند میزنن و دوست نداری؟ فلاک. دخترای با اصل و نسب زیاد نمیخندن ها؟ آها آره، تو هم هر وقت دلت خواست مسخرم کن. بذار از خودت بپرسم، وقتی داشتی بهم پیشنهاد ازدواج میدادی، اگه از این چیزا باهات حرف میزدم بازم با هم ازدواج میکردی؟ با این حرفایی که داری میزنی متعجبم که چرا قبول کردم باهات ازدواج کنم. میشه تو ببند. ازش خواسته که 4 سال صبر کنه. کی آخه 4 سال منتظر با میسته؟ خیلی زیاده. حالا مثلا تو این 4 سال میخوای به کجا برسی؟ همیشه باید سرت داد بکشم. خب این تو ذهنم بود دیگه، منم گفتم کجاش اشتباهه؟ آخه مگه تو رئیس جمهوری که 4 سال وقت میخواد؟ خوب گوش کن، یه پسر پولدار پیدا کردم. باید بذاری که بیاد. نمیفهمم باید چی کار کنم. برای چی داری میخندی؟ تو چرا چیزی بهش نمیگی؟ مامان، من علاقه‌ای به پسرای پولدار ندارم. اونا فقط بلدن دخترها رو کنترل کنن. تو نمیتونی بعد ازدواج کار کنی. خب چرا نمیتونم؟ واسه چی؟ چه مشکلی توش هست؟ پسرایی که تو این 2 ماه دیدم همشون ولش کن بی خیال. چرا من؟ ها؟ کدوم دختری مثل تو رفتار کرده؟ بگو دیگه. خب معلومه یه دختر باهوش. شنیدی؟ یه دقیقه وایسا ببینم تو از قصد اینو گفتی. میدونم تو فقط میخوای من اذیت کنی. همیشه باید سرت داد بکشم. حالا سلام. خدا رو شکر خونه ای. چی شده؟ تو دردسر بزرگی افتادی. پدر و دختر حرفشون یکی. سلام خاله. انگار فقط من دارم اشتباه میکنم. چی شده؟ الان خونه آروهی بودم. اسمسشو نخوندی؟ فکر میکنم عقلشو از دست داده. چی گفته مگه؟ از اون اتفاق به بعد همیشه نگرانش بودم. ای بابا، اون کاملا به اون پسر وابسته شده. پسر خونش که مهمونی گرفته. منم رفتم پیش آروهی که جلوشو بگیرم، ولی حد بزن چی شد؟ اون رفته بود اونجا. مگه دیوونه شده؟ نمیدونم. گوش کن، فکر کنم فقط تو میتونی جلوشو بگیری لطفاً. ولی آخه من چی کار میتونم بکنم؟ کلاکون از وقتی بچه بود به حرف تو گوش میکرد، پس الانم این کارو میکنه. خواهش میکنم. ولی من چطوری؟ یه لحظه صبر کن فکر کنم. یه دقیقه وایسا. کارت خبرنگاری. با این کارت کسی نمیتونه جلوتو بگیره. برو اونجا و با آروهی حرف بزن قبل از اینکه اون پسر بهش چیزی بگه و اونم کار احمقانه ای انجام بده. باشه میرم، ولی قبلش بهم بگو اونا کیان؟ اون پسر صاحب شرکت نون بیوتیکه، ریتویک نون. لعنتی. این یه مهمونی به مناسبت اضافه شدن ریتویک به شرکت. کلی از تاجرای بزرگ اونجا که خیلی هم قدرت دارن، هر جایی هر کاری بخوان میتونن بکنن. و شنیدم که خیلی هم با هم جورن و حسابی هوای همو دارن. داداش خواهش میکنم بذارین برم، خواهش میکنم ولم کنین، خواهش میکنم بابا بذارید برم دیگه. تو وقتی باید پولشم بدی. این کاری که با یه بچه کوچیکی مثل من انجام میده، خواهش میکنم معذرت میخوام، بذارید برم داداش، ببخشید بذارید برم. چی شده شیری؟ داداش ولم کنین. حالا وایسی نگاه کنین، داداشم اینجاست. شرط چی بوده؟ 5 به 1 ببره. چقدر باخته؟ 50 تا. هنوز پولمو نداده ولی بلدم چجوری بگیرمش. داداش دیدی جلوی تو چجوری با من رفتار میکردن؟ میدونی چیه داداش؟ یه دونه بزن تو گوششون، اونا باید بفهمن که داداش 15 سال بیشتر نداری، داری سر پول شرط میبندی؟ همونجا وایسین ببینم. سر پول واقعی شرط بستی بعدش هم باختی آره؟
مشکلم اینه که چطوری تونستی ببازی؟ داداش انقدر نزنش، اون یه بچه است. به تو ربطی نداره، همونجا وایسی. داداش چرا این کارو با هم میکنی؟ معذرت میخوام. باشو داداش. چی؟ چی بهت گفته بودم؟ باید رو پای خودت وایسی. درسته؟ برو وایسا. داشتم برای داداشم توضیح میدادم که شرط بندی چقدر بده. و شماها همتون میخواستین با یه پسر 15 ساله شرط بندی کنین؟ شما هم توضیح میخواین؟ آروم باش داداش. گوش کن. فقط من میتونم با خانوادم همچین کاری کنم، نه کسی دیگه. شیرفهم شدی؟ خب دیگه، حالا برو. چه اینقدر بد کتک میخوره آخه؟ به بابا میگم. ای بابا. بابا ببین داداش چجوری منو کتک زد. کی آخه همچین کاری میکنه؟ اون جلو همه خوردم کرد. اینجا زده؟ این ورم زده. اون داشت منو میزد ولی من خودم رو نجات دادم. دفاع از خود بود. دفاع از خود؟ اون بایدم میزدتت. بایدم میزدتت. خجالت آوره تو کتک خود این مایه ننگ خانواده. اون بود که منو زد. خجالت بکش پسر یه نفر. زبون نفهمه دست خود چه نفتی. نمیفهمم. از خود دیگه نخند. نکنه من راست میزد راشقال پیدا کردی. همه بخوام بدونن آخه. مامان. یا بریم. مام تا حالت چطوره؟ امروز شبیه جنیفر لوپز شدی. همه زنای پنجابی شبیه جنیفرن. چیزی رو مخفی میکنی؟ نه. بابا شما خیلی عجیبی. همش داری صفحه منو چک میکنی. من چیکار کردم؟ این شما این درست نمیگم. من شما رو از فیسبوکم حذف کردم. شما هم یه صفحه جدید ساختین. همینجوری ساختین و بعضی عکسای منم کامنت میذارین و همینجوری میخوان آبروی منو ببرین. آخه این چه کاریه؟ این داره دروغ میگه. من اصلا نمیدونم اینا چیه. این چیه ویجی؟ داری مزاحم دخترت میشی؟ فقط دنبال نمیکنه مامانو زیر عکسام کامنت میذاره. هی من کامنت میذارم. من فقط میگم لباس قرمز بیشتر بهت میاد. شلوار جینم که اصلا نمیاد. شنیدی ماما؟ شنیدی؟ بابا کامنت گذاشته. ببین مامان من اینجا یه دامن پوشیده بودم. بعد اون به اسم پلیس اومده که منو به ترسونه. این تازه فقط شبکه‌های اجتماعی. تو داری تو کل زندگی منو تعقیب میکنی. حتی یه پسر مجرد تو دانشگاه جرئت نمیکنه نزدیکم بشه. بابا من دیگه نامزد دارم. ببین ریوا این قیافه رو به خودت نگیرا. ببین مامتا ببین چی داره بهمون میگه. من فقط میگم چه اشکالی داره من این کارو بکنم. من بابای دوست داشتنیتم عزیزم. بابای دوست داشتنی من وقتی حتی نامزدم مشکلی با این قضیه نداره شما چی میگی؟ من دارم ازدواج میکنم مامان شما بهش بگید بهتر از همه جا بلاکش کنم. دارم بهتون میگم بابا از همه جا بلاکتون میکنم. اگه اون بلاکم کنه چه جوری صفحه‌شو ببینم؟ از دستش باید چی کار کنم؟ ولش کن. ما از دست تو چی کار کنیم؟ ناسلامتی رئیس یه کارخونه ای، رئیس خانواده ای، اون وقت جاسوسی دخترتو میکنی خجالت داره. چی کار کنم؟ خب من پدرشم، باید حواسم جمع باشه. ولش کن به حال خودش، اون دیگه بزرگ شده. این کارا برازندت نیست. من میرم. یعنی میرم پیش مهمونا. تو هم بیا بریم پیش مهمونا که واسمون حرف در نیارن. فکر کردی برام مهمه مردم در موردم چی میگن؟ اصلاً برام مهم نیست. سلام حالتون چطوره؟ بفرمایید. خیلی جذاب شدی. سلام حال شما؟ دیر کردین. خیلی دیر کردین. دیر کردین. ویجی پاک کجاست؟ آره اونجاست. آها اونجاست. تبریک میگم ویجی. بالاخره پسرتم وارد این کار شد. عالیه. چه مهمونی؟ این مهمونی برای مهمونی مثل شماست آقای سوری. من خواستم این روز خوشیام رو همراه خانواده و دوستان جشن بگیرم. من به ریتویک خیلی امیدوارم. من که هیچ امیدی بهش ندارم، ولی میدونم پسرم نون بیوتیکو میرسونه اون بالا منها. عالیه. خیلی خوش اومدین. ریتویک بابات صدات میکنه. سلام کرد. ریتویک آقای سوری. سلام آقای چطوره؟ ممنونم. خیلی خوشحالم بابا. از امروز دیگه همه مسئولیت شرکت با توه. منم فقط گلف من بازی که کنم. خیلی وقت میگم شما فقط برین گلف بازی. اصلا با مامان برین آمریکا یه تور مسافرتی. بابا من شما رو به آرزوتون میرسونم و رویای شما رو برای پیشرفت سریع شرکت برآورده میکنم. نگران نباشین. عمو جان بهش بگین آروم باشه.
منم فقط میخواستم همینو بشنوم پسرم. همکنون یکی از ستارهای بزرگ بالیوود وارد میشود. آقای ریتویک به شرکت پدرشون ملحق شدن. مدیریت شرکت با آقای ریتویک واگذار شد. یه لحظه گوش کن. چرا داری گریه میکنی؟ این دختره چیکار کرده؟ کاری نکرده، فقط فکر میکنه من مثل شما پول دارم، ولی نمیدونه که من نوه خدمتکار شما، فرقی نداره مگه نه؟ اما اون یکیو میخواد که پولدار باشه. ردویگنونو میخواست اما چی گیرش اومده؟ آهان پیش خدمت همین. بسیار دیوونه. برای دختر احمق انقدر خودتو کوچیک میکنی؟ تو حرف نزن، همش تقصیر توئه. چند دفعه بهت گفتم از دختر فاصله بگیر. حالا تحویل بگیر. دختر میخواد منو ببینه؟ زنگ بزن بهش، زود باش. گوش کن نباشه. گوش کن ریتویک، گوش کن یه لحظه. آقای راستوگی سوالتون جواب بدید. ببخشید میتونم کارت دعوتتون رو ببینم؟ من بازرس پلیسم، با ویجی پاتنون کار دارم. بهش بگیم بیاد. بدون دعوت حتی مقاماتم اجازه ندارم وارد شم. ای تو نمیدونی داری با کی اینطوری حرف میزنی. رابطه‌های من خیلی مطمئنم همه رابطاتون الان اینجا هستن. بهتون که گفتم هر کسی که دعوت شده باشه میتونه وارد شه. بذار برم تو. داری چی کار میکنی؟ خبرنگارا دارن نگاه میکنن. متاسفم. بعدم به حسابت میرسم. 2 ماه پیش تصمیم گرفتم که هیچ وقت حتی قیافشم نبینم، ولی امروز درست جلوی در خونشم واسه نجات دادن دوستم که راهشو گم کرده. آروهی سویتو 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 اوناش. نمیخوای خونتو به هم نشون بدی؟ من خیلی در موردش شنیدم. چی میخوای ببینی؟ یه خونه معمولیه، بیا نشونت میدم. ریوا خاله مامتا دنبالت میگه. مامان میخواستم خونه رو به سویتا نشون بدم. شاید کارش مهم باشه. من با سویتا میدم. اوه واقعا ممنونم. اول بریم اتاق ریتویک. شنیدم کلکسیون کفشاش خیلی خاصه. البته میبینمتون بچه. خیلی ممنون. ببخشید. ریتویک آروهی اینجا چی کار میکنی؟ برای چی تعقیبم کردی پالاک؟ نه پالاک، من باید با ریتویک حرف بزنم. خواهش میکنم. تو نمیفهمی پالاک. نکنه یادت رفته 2 ماه پیش باهات چی کار کرد؟ اون گفت یکی دیگر رو دوست داره، ولی فهمیدم که اینطوری نیست پالاک. اون اینا رو گفته که من ترکش کنم. متقاعدش میکنم که من براش مناسبم باشه. بهم فرصت بده پالاک. من این کارو میکنم. تو چت شده ها؟ پالاک هیچ وقت این شکلی نبودی. عزت نفست کجاست؟ تو این 2 ماه حتی یه پیامم برات نفرستاده، جوابتو نداده. بعد تو اومدی تو اتاقش. اون یه ذره احترامی که واسه خودت داری رو نگه دار و با هم بیا. گوش کن. من بدون اون هیچی نیستم. چی کار کنم؟ نمیدونم باید چی کار کنم. که تو این 2 ماه گذشته کردی. تو هنوز زنده یا روحی؟ پایان یه رابطه پایان همه چیز نیستش. و اون پسره اون هیچ وقت لیاقتتو نداره. حالا با من بیا. تو با هم میای. پالاک من نمیتونم. آروهی تو رو خدا بفهم. زندگی تو خراب نکن. خواهش میکنم. با من بیا. همینجاست. بیا تو. اینم از اتاق ریتویگنون. وای عجب اتاقی. خب تو همینجا راحت باش. الان بهش زنگ میزنم. آره اینجا خیلی راحتم. آره میدونم. خودش. آروهی فکر کنم کارتم افتاده تو اتاق. تو برو بشین تو ماشین، من زود میرم و برمیگردم. باشه میرم. فقط گوش کن، کار احمقانه‌ای نکنی. باشه. تو اینجایی؟ خوبه، تو اتاق من. آقای ریتویک من اومدم که اینجا. کلکسیون کفشامو ببینی؟ خب زودتر به خودم میگفتی. چی کار داری میکنی؟ چی؟ مگه همینو نمیخواستی؟ خب بیا دیگه. چی کار میکنی دختر احمق؟ چطوری؟
آه شما همدیگر رو میشناسی؟ نمیدونم. داره؟ خیلی مزخرفی. اصلا تو کی هستی؟ خدای من چقدر از این مرد متنفرم. اون زندگی دوستم رو نابود کرد. هیچ وقت دیگه دلم نمیخواد ببینمش. حالم ازش به هم میخوره. اون لعنتی گیهن زد. واسه هر دختری لحظه اولین بوسش خیلی مهمه، ولی اون عوض این لحظه رو واسه من خراب کرد. دارم به این فکر میکنم که دیگه هیچ وقت نباید ببینمش. همچین مردی هیچ وقت نباید پاش به زندگی من برسه. من خیلی اشتباه کردم. میدونم که چقدر اشتباه کردم. سلام، من سویتو هم. چه اهمیتی داره عزیزم؟ حالا معنی اسمت چیه؟ ازت خوشم اومده. خیلی باهوشی. تو الان منو دیدی. چطور از من خوشت اومده؟ من میتونم مردای خوب تشخیص بدم. پس شاید نمیتونی تشخیص بدی که چه تیپی بزنی. تو از من خوشت نیومده؟ نه، منظورم این نبود. خوشم اومده، ولی یه مشکل خیلی کوچیک وجود داره. هی روید گوش کن، ببین چی میخوام بگم. یه لحظه وایسا ببین چی میگم. چه اتفاقی برای سویتو افتاده؟ عدالت اجرا شد. عدالت. سلامتی. عدالت؟ خیلی خولی ویجی. این همه مهمون رو همینجوری ول کردی اومدی نشستی پیش مادرت. من ترتیب شام همه مهمونا رو دادم. حالا میخوام مادرم و تاری شامم رو آماده کنم. خب تا شما این نون کره ای رو بخورین منم بقیه غذاها رو آماده میکنم. عجله که نداری. میدونی چیه تاری؟ وقتی این میره شهرهای دیگه یه سر قر میزنه. هوس نون کره‌ای شما رو میکنه. من 45 ساله که واسه ویجی دارم نون کره ای میپزم. هنوزم دارم میپزم. از بچگی دوست داشت. تو واسه من کمتر از مادرم نیستی. خب بیا اینم یه ذره کره اضافی. بدش من. بسه دیگه بسه. رضا بخورم دیگه مادر. پسرم امروز بازنشستم کرده. تو بازنشسته؟ تو ترجیح میدی بقیه کارا رو هم خودت بکنی. اینجا بس ران انداز. ای بابا. ببینی ریوا داره ازدواج میکنه. ریشابم که سر و سامون گرفت. ریتویک هم که داره کارای اینجا رو انجام میده. 2 تا بچه دیگرم ریتویک بهشون میرسه. پس الان دیگه من آزادم. پس الان دیگه میتونی جاسوسی دخترتو بکنی. من دیگه جاسوسی نمیکنم خانم، هیچ وقت. خوبه. حالا دیگه پسرم جاسوسی میکنه. بیا. هیچی عوض نشده. وقتی که ویجی هیچی نداشت، فقط ما 3 تا رو داشت. تمام تلاششو کرد که به همه اون چیزایی که میخواست برسه. این عمارت رو میبینی؟ ویجی اینجا رو فقط با خشت و گل نساخته. اینجا رو با قلب پاکش ساخته. مطمئنی اینطوری به هم میاد؟ فوق‌العاده است. نمیدونستم این چیزیه که ریتویک دوست داره. یه مشکلی که با دوست دخترم داشتم این بود که موهاشونو بیشتر از من دوست داشتم. حالا دیگه من دوست دخترتم؟ معلومه. وایسا فکر کنم. نمیدونم. این تیپ امروز برام خیلی جذابه، ولی اگه فردا حوصله‌ام ازش سر بره چی؟ چی؟ تو که گفتی اینجوری دوست داری. آره گفتم، ولی نه همیشه. فازم عوض شد. مثل تو که خودتو واسه مرد عوض میکنی. میدونم لذت میبره که دور و بر پسرا بچرخی. برام هم مهم نیست، ولی برای همینی که به دختر نزدیک نمیشم. ریتویک چی داری میگی؟ من نمیفهمم. بیاین تو. آمان شما پسرا خیلی مزخرفی. تو برای خودت احترام قائل نیستی، بعد به ما میگی مزخرف؟ میدونی شما دخترها حتی یه ذره برام جذاب نیستین. تو کلتون یه ماشین حساب دارین. همیشه چشتون به کسایی که پولشون بیشتره. این پسر تو رو با همه ی وجودش دوست داره، ولی تو چیکار کردی؟ خیلی برات راحته که بگی نه نمیشه، بذار با هم نباشیم، و یه چند لحظه بعد از کجا سر در آوردی؟ از اتاق من. اونم فقط به خاطر عکس جلد مجله و حساب بانکی ریتویک. طبقه پایین یه مهمونی با 500 تا مهمون، و تو واقعا اومده بودی اینجا کلکسیون کفشای منو ببینی؟ تو واقعا فکر کردی من یه احمقم؟ آره؟
به خاطر من موی سرتو تراشیدی. وسط من بعدت نمیاد کارهای دیگه برام بکنی. تازه این چیز خیلی کوچیکیه که قربونیش کردی. سلامتی. ریتویک یه ذره زیاده روی نکردی داداش. آفرین. شماها فکر کردین الان یه درس درست و حسابی بهم دادین؟ نه اصلا. این چیزا رو تو اثری نداره. تو چند دقیقه کلاگیست آماده میشه و میری واسه یه پسر دیگه اشوه میای. البته بعد از اینکه رقم حساب بانکیشو فهمیدی. بهتر نیست چند تا کلاگیست داشته باشی؟ قهوه‌ای، مشکی، بلوند، حتی آبی. میتونی هر کی با هر رنگی که دوست داره جذب خودت کنی. میبینی؟ همش مربوط به ظاهره. حداقل تا وقتی که موهای خودت در بیاد یادت میمونه که قلب همچین پسریو شکستی. سخنرانی تو واسه خودت نگهدار باشه. فکر کردی دختره که خودشونو واسط میکشن واسه پول و قیافته؟ آره راست میگی. آخه میدونی تو فقط همینا رو داری و بس. من میدونم چی میخوام و بعدشم میرم. بذار یه چیزی رو بهت بگم. تو پسرای امثال تو اگه پول باباتون نبود هیچ کسی حتی حاضر نبود تو صورتتون نگاه کنه. آقای ریتویک نون احمق. اینو میخوای؟ این کارت مال کیه؟ خبرنگار اینجا بوده؟ آره. مصاحبه‌ام کردی؟ بوسش کردم. چی؟ چیزا باور کنی ریتویک نونو میکشم. صادقانه بگم داداش، تو نباید قلبشو میشکوندی. اون قلبش نشکسته. اون اصلا قلبی نداره. ما دوتا اینو فهمیدیم ولی تو نه. آروم باش داداش. اون فقط کچل شده. خیلی راحت میتونه بره پیش آرایشگرای معروف دهلی تا براش کلاگیس درست کنن. همین. بس آروم باش. احساس گناه نکن. اون واسه پول اینجا بوده. دخترها همشون همینن. حالا دیگه اینقدر اخ نکن. تو باید از ما ممنون باشی که نجاتت دادیم. حق با ریتویکه. فکر کنم باید این جدایی رو جشن بگیریم مگه نه؟ دقیقاً. بریم نوشیدنی بخوریم. نوشیدنی؟ من حال ندارم. اخ میکنی. حوصله ندارم. اینقدر تو زندگی استرس نداشته باشه. بگیرش دیگه تو خیلی خیلی من ریتویک یه چیزی بهم. آخه تو چرا اینقدر از زنا بدت میاد؟ من تو قلبم جایی برای کسی ندارم. اونجا رو ببین. اونا کل زندگی من. سلامتی. سلامتی؟ سلامتی. سلامتی. مادر بزرگم اینجاست. من میرم. باش. نگاه کنم یه برادر حسابی، یه پسر خوب، اون فوق‌العاده است و خوش قیافه، خانواده‌اش رو خیلی دوست داره. ولی یه چیزی رو نمیفهمم. کسی که خانواده‌اش رو انقدر دوست داره چطوری میتونه از زن‌ها انقدر متنفر باشه؟ حتما یه داستانی هست که تا حالا بهمون نگفته. و اگه اینطوری باشه، حتما داره از زیر سوالمون حسابی در میره. همگی آماده اید؟ بزنید بریم. بذار آهنگ پخش عزیزم. این آهنگ به زندگی معنی میده. تو هم فقط بشین و آهنگ گوش کن. این آهنگا برای ما پول میشه. من نمیخوام مثل بازنده ها زندگی کنم. من میرم. به من گوش کن. خواهش میکنم این کارو نکن. اون همه چی داره. پول داره ولی تو چی؟ مامان تو رو خدا تو داری به خاطر پول منو ترک میکنی. به خاطر پول دارم میرم. به خاطر اینکه مهمترین چیز تو زندگیه. ولی پول مهمترین چیز زندگی نیست. ولی برای من مهمترین. مامان تو رو خدا نرو مامان. دیجی با تو هم دیجی. اینجا مهمونی پنجابی هستا. آهنگ پنجابی پخش کن.
مامان بابا بیاید بریم عکس بگیریم، زود بشید. جمعشون خانوادگی پسر، بذار خوش باشن. اونا خیلی خانواده خوبی هن. خیلی همو دوست دارن. میگن پول آدمو از خانواده دور میکنه و آدم خودخواه میشه. ولی اونجا رو نگاه کن، با اینکه ریتویک با هیچ دختری نیست و چیکار میکنی؟ انگار هیچ حسی نداره، ولی در عوض اون واقعا عاشق خانواده‌شه. روحیت بیا اینجا. اومدم. حالا چرا اینقدر تو فکری؟ بیا یکم قهوه بخور آروم شی. آروم شم؟ شیتا اصلا میفهمی چه اتفاقی واسه من افتاده؟ اون مرتی که منو بوسید اونم نه یه بوس معمولی. این بدترین اتفاق زندگیم بود. خیلی حال به هم زن بود. خیلی لعنتی. آروم باش عزیزم، حالا چیزی نشده که شلوغش میکنی. چیزی نشده؟ داری میگه چیزی نشده؟ تو که میدونی من قبلا کسی رو نبوسیدم. فکر میکنی چرا این کارو نکردم که این مرتی که احمق بیاد منو بگیره ببوسه ها؟ آره من سنتیم، میدونم من آدم سنتیم، ولی خب این برام خیلی مهم بود. میخواستم تو یه موقعیت درست با یه آدم درست این اتفاق واسم بیفته. واسم خیلی خاص بود، ولی اون مردکی رو ازم گرفت. ازش شکایت میکنم، میرم پیش پلیس، من میفرستمش زندان. این اصلا مثل یه خیلی پلیس چی بگی؟ نباید. چی میخوای بگی؟ میرم بهشون میگم که کجا این اتفاق افتاد. میدونم من هیچی علیهش ندارم، هیچی، ولی میتونم بکشمشون. ازش خیلی بدم میاد. حالا بعدش هم بری زندان. گوش کن، 2 کار انجام شد. اول اینکه ما باید آروهی رو نجات میدادیم که دادیم، و دوم اینکه تو اولین بوست رو تمرین کردی. شیطا چطور میتونی؟ خب باشه ولش کن. آروم باش، ولش کن. آروم باش. امان ببینم چرا هنوز امضای آزمایشگاه دکتر ردی اینجا نیست ها؟ اینو ببین، کل پروژه متوقف شده. اینکه 4 ماه گذشته نتونستی امضا بگیری؟ آقای جی برام آب ولرم با لیمو بیار. الان آب ولرم میارم برات. چیکار داری میکنی؟ بگیر ببینم. دستاتو باش بشوری. آره دهنتو ببند، تو ربطی نداره. خیلی واسش هیجان زدم. سلام. چطوری؟ خوبه؟ تو چطوری؟ خوبم. تو چطوری؟ خوبم ممنون. خوبم. چقدر جالبه سمر. مجله این بود ما رو زوج برتر معرفی کرده. باید عکسمون خیلی جذاب باشه. تو که جذاب هستی، ولی من فقط توی این کته جذابم. خیلی نمک میریزی اصلا، به خاطر همین اینقدر عاشقتم. چی شده پسرم؟ سلام بابا. کارشناس دارمون رو تایید کرده، ولی این بیمارستان دولتی پروژمون رو متوقف کرده. میگن تو جواب آزمایش یه سری اختلاف هست. اونا خیلی وقت دارن ما رو اذیت میکنن، ولی باعث نمیشه ما ناامید بشیم. نگران نباشید. الان دیگه نوبت منه که اذیتشون کنم. اینطوری خیلی بهتره پسرم. الو. چی شده؟ یه سره داری کار میکنی، صابونه آماده است. چی کار میکنی بابا؟ چی کار میکنی؟ چی شده؟ اون داره بوسش میکنه. بوس بکنه. دارن ازدواج میکنن. هر وقت ازدواج کردن بعد اشکال نداره، ولی الان نه. بذار برم یه درس حسابی بهشون بدم. چی کار میکنی؟ بیا اونور داروهاتو بخور، بعدم بیا اونجا سر میز. بدو همین الان برو. یالا. مامان نه اون این کاراشو میذاره کنار، نه شما کوتاه. من که تسلیم شدم. عالی. خوبه همگی بیاین سر صبونه، خواهش میکنم. بیا اینجا. بهتر شد. یه حرف قشنگ بهم بزن. قشنگ؟ با چه مرد حوصله سربری دارم ازدواج میکنم؟ خیلی بده. تصمیمتو عوض کن. تو فضا میخوای؟ آره. خب چرا سوار یه سفینه نمیشی و پرواز نمیکنی؟ ورزش واسه بهونه است آقا. بحث کنین جر و بحثتونو. به هر حال من اون اتاقو میگیرم. به یه کتابخونه شخصی نیاز دارم. من کتابخونه دیگه چی بابا؟ چه کاریه؟ تو باید کتاباتو تو اتاقت بخونی. هیچی ریوا، سر اتاق تو دعواش. خجالت آوره، من که هنوز نرفتم. بالاخره که از اینجا میری سوار خر ماده هم میشی. چطور دلت میاد اینو بگی داداش؟ نه چیزی نمیشه. کسی وارد اتاقت نمیشه. بهم اعتماد کن. ممنون. بعد از ازدواجش اون اتاق برای من میشه. چرا؟ دو اتاقشو میخوای چیکار؟ معلومه دیگه برای اینکه فرار کنم بیام تو. چی میگه؟ هر جون. باشه بابا اتاقو بدین به این. عزیزم شنیدم آره. یه اتاق برای فرار میخوای درسته؟ نه من برای چی باید فرار کنم؟ چرا؟ اصلا من همچین چیزی گفتم بهتون؟ نه خواهر جون. حالا بعداً با هم دیگه صحبت میکنیم. بعداً؟ کجا داری میری عزیزم؟ وایسا یه دقیقه. کجا میری عزیزم؟ عشقم خانومه. وقت و اقبالتون.
نمیتونستین ساکت بشینین؟ خیلی خوب، من دیگه گوشتم نیست. خوب شد ها؟ عزیزم گوش کن. خیلی خوب شد دیگه اتاق مال خودمه. نه خیر اتاق مال منه. نه خیر اتاق مال منه. بس کنین. سرم رفت. چرا اینقدر دعوا میکنین؟ گوش کنین دهناتون رو ببندین. اونجا اتاق اینه، به هیچ کدومتونم نمیرسه که مال شانایا نمیشه. خیلی خوبه. منظورم اینه که اون یه دختره خیلی زود باید بره خونه شوهر دیگه. چی گفتی؟ دلت بس گردنه میخواد؟ این کارو میخوای با من بکنی؟ مگه من احساس ندارم؟ این رفتاریه که برادر با برادرش میکنه. ببین من یه کلکسیون بزرگ کتاب دارم. اگه پشت من وایسی بیشتر به دردت میخورم تا اون. تو فکر میکنیم من تو کتاب خونم کتاب نگه میدارم؟ نمیخواد من درس بدیم. بچه شما نمیتونید خواهرتون رو بندازین بیرون. خداحافظ. بای بای. شما نگاه کن تو خدا. پرستار، دکتر ردی رو صدا کنی. بله دکتر. پرستار، تنفسش ضعیف شده. من به دکتر ردی خبر میدم. فشار 24 رو 12. کی اپینفرین تزریق کردی؟ من تزریق کردم. چقدر؟ 100 میل. نباید اینقدر میزدی. دکتر ردی رو خبر کن. دکتر طبقه دومه، داره میاد. زیاد وقت نداریم. دستگاه آنژیو رو بیارید. باید فشارش رو بیاریم پایین. منتظر چی هستین؟ آنژیو رو آماده کن. خانم شما که دکتر نیستین، منتظر دکتر ردی میمونید. زیاد وقت نداریم، عجله کن پرستار. من تزریق میکنم. کارت خوب بود پلک. اون به خاطر تو نجات پیدا کرد. واسه همین اومدم تو این رشته که بتونم زندگی بقیه رو نجات بدم. میدونی چیه؟ تو باید جراح میشدی. دستیاره من به درد نمیخوره. دکتر من داروسازی رو انتخاب کردم تا بتونم یه داروی جدید بسازم. به نظر من تا وقتی که مریضا داروشون رو به موقع مصرف کنن نمیمیرن. تفکر درستیه. ولی کاری هم که تو امروز کردی کار کوچیکی نبود. موفق باشی. خانم بفرمایید. این که خوبه، اینم یک کم زیاده. خیلی خوب. طبقه 4 ممنون. سطح پلاکتش هم خوبه، به نظر مشکلی نیست. بفرمایید از این طرف. ممنونم. ها دکتر، دارویی که گفته بودی. سلام. حد میزنم آقای ریتویک باشی. دکتر ردی. از دیدنتون خوشحالم. دکتر پالاکو دیده بودین؟ این چند ماه دکتر پالاک آزمایشات زیادی روی داروهاتون انجام دادن. الان دیگه همه چی دسته ایشونه. چه خوب. ببخشید یه دسته. خواهش میکنم. بله. باشه. من واقعا معذرت میخوام. یه مورد اورژانسیه. پالاک قهوه چایی میبینم چون. هی گوش کن. برای دیشب متاسف. کارتون چیه آقای نو؟ البته. خب باید خدمتتون عرض کنم 11 تا دکتر از آزمایشگاه‌های 5 کشور و 19 کارشناس داروسازی به داروی ما تاییدیه دادن. الان نوبت شماست. اینا نتایج بررسی منه. داروی شما هنوز آماده نیست. باید دوباره روی فرمول کار کنی. اوه دکتر پالاک،
من 4 سال داروسازی خوندم، بعدش هم مدرک MBA هم از هاروارد گرفتم. باهات موافق نیستم. فرضیت درست نیست. فقط میگم یه نگاهی بنداز. فرضیه نیست، ثابت شده است. هنوز ازم عصبانی؟ باشه، واسه اتفاق دیشب معذرت میخوام. من واسه این چرت و پرتا وقت ندارم، پس تمومش کنیم. بس دیگه. مشکل تو فرمول شیمیایی از اونایی هستی که نمیخواد را بیاد. سرزنشت نمیکنه. به من میگن روش بوسیدنم خیلی خوبه. میشه برگردین سر موضوع؟ دیشب تو اتاق من چیکار میکردی؟ حتما اسممو زیاد شنیده بودی اومدی فضولی کنی، آره؟ فکر نکن اینقدر آدم مهمی هستی. بذار بهت بگم اون لحظه، اون بوسه، ازش متنفرم. واسم وحشتناک بود. بدترین تجربه زندگی من بود. هیچ وقت فکر نمی‌کردم از یه پسر اینقدر بدم میاد و تو پاتو از گلیمه درازتر کردی. با یه بوسه به چه احساسات عمیقی رسیدی؟ ربطی به احساسات نداره، مربوط به ناراحتیه که تو این 2 ماه داشتم، مربوط به دختریه که دیوونه وار عاشقته. اون بعد از 2 ماه دنبال تو بود در حالی که تو ترکش کرده بودی. ببخشید چی؟ آروهی شارما، یادت افتاد ها؟ اون واسه تنهاییش یه مردی رو پیدا میکنه و وقتی که کارش از دست میده به جایی که اون مرد حمایتش کنه ترکش میکنه. اون هنوزم حالش خوب نشده، ممکن بود حامله بشه، میفهمی؟ ولی اینکه واسط مهم نیست. تو بهش گفتی از یکی دیگه خوشت میاد ولی اون بدون تو نمیتونه. به خاطر همین اومد تو اون مهمونی که تو رو ببینه، ولی من اومدم اونجا که جلوشو بگیرم، که نذارم بیاد. عالیه. حالا پرونده‌مو کی امضا می‌کنی؟ از اونجایی که حرفی نداری بزنی بهتره برگردیم سر بحث کاریمون، مگه نه؟ داروهاتون مشکل داره، با اینکه 11 تا دکتر تاییدش کردن، ولی ما تو آزمایشش خطا پیدا کردیم.